به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. بیننده‌های عزیز نشید تیوی، مسعود تاج هستم با تقدیم بودن یکی از برنامه‌های سال نو. خواستیم که یک گزارش از جریان فستیوال که در شهر ملبورن برگزار شده که تقدیم شما نماییم. بیننده‌های عزیز، شما بیننده برنامه ما باشید تا پایان. سلام. ممنون از این فرصتی که به من دادید. من صدف هستم، از اعضای کمیته مدیریت بنیاد یارا و مسئول هماهنگی جشنواره نوروزی یارا در ملبورن. ما یه تیم خیلی بزرگی از والنتیرها داریم که توی برنامه‌ریزی و اجرای این ایونت به ما کمک میکنن. مرسی که تشریف آوردید. خانم صدف، فقط اگر برای ما بگین برگزاری چنین برنامه‌ای که در کشورهای خارج از ایران، خارج از کشورهای فارسی زبان صورت میگیره، چی تاثیرات بالای مردم ما داره؟ ما داریم سعی میکنیم که با این نوع جشنواره هم بتونیم پول جمع آوری کنیم برای اینکه به بچه‌هایی که داخل خاک ایران هستن، فارغ از کجا آمدن، مهاجرن یا شناسنامه دارن ندارن و همشون که کم برخوردار هستن کمک رسانی بکنیم. به 2 تا از مدارس خودگردان افغان در داخل ایران کمک میکنیم. هدفمون از برگزاری این مراسم اینه که بتونیم سنت‌ها و جشن‌های کهن نوروز و باستانی خاک سرزمین فلات ایران رو، حالا به شامل ایران و افغانستان و تاجیکستان رو زنده نگه داریم و به بچه‌هامون، به نسل آینده بگیم که نوروز چی بوده، همسین چی هست و چطور میتونن این سنت‌ها و این رو زنده نگه دارن، در کنارش هم پول در بیاریم. تشکر خانم صدف از اینکه وقتتان با ما دادین، چون که امروز بسیار مصروف هستیم و اینکه با ما یک وقت گفتگو را با ما دادین و معلوماتی که برای ما دادین درباره بنیاد خیریه یار و همچنین این کاری که شما میکنه واقعا یک خدمت بزرگ است برای نسل آینده. خیلی ممنونم. من از همینجا از همه کامیونیتی افغان‌های عزیز در داخل ملبورن دعوت می‌کنم، ملبورن و سیدنی، که بیان به ما دست یاری بدن تا ما بتونیم تعداد بیشتری از بچه‌های آسیب پذیر در داخل ایران رو که از کشور شما هستن حمایت بکنیم. یک جان سپاس. متشکرم.
شما خوبه؟ مرسی، ممنونم. میشه خدا برای ما معرفی کنه؟ من مهناز هستم، من رجستر نرسم و اینجا در خدمتتون هستیم با کارهای اسکین تریتمنت، فیشال، بوتاکس، فیلرز، هر کاری که مربوط به اسکین باشه ما اینجا سرویسش رو ارائه میدیم به شما با دیسکانت های خیلی خوب. با حساب برای کارهای چهره و اینا کار میکنه؟ بله، برای کارهای صورت، هر کسی که مشکل پوستی داره، مشکل صورت داره، مشکل ریزش مو داره، برای مو مخصوصا آقایون که خیلی با این مشکل درگیر هستن، ما پلاسما یا PRP داریم براشون، برای هرشون، برای موشون که رشد بکنه و کارهای بوتاکس داریم، فیلر داریم، هر کاری که فیشال، ماکرونیدلینگ، هر چیزی که مربوط به پوست باشه ما میتونیم کمکشون کنیم. میشه شما برای ما خود معرفی کنید؟ من اعظم هستم، بیوتی تراپیست هستم. بله، با دوستانمون همه همکاریم، کارهای پوستی و کارهای فت فریزینگ، کارهای لیزر، کارهای اینجکشن با پروداکت‌ها و دستگاه‌های بروز در خدمتتون هستیم. بسیار خوب. فقط میشه از سال پرسان کنیم با یک شوخی زیادتر به همین موضوعات جلدی که ضرورت دارن، زیاد خانم‌ها ضرورت دارن یا آقایان؟ هر دو. آقایون برای موهاشون که خیلی لازم دارن که ایشون PRP میکنن و خانم‌ها هم که خب بعضی موقع بله از دست آقایون اگه عصبانی بشن نیاز دارن. ولی کلا نه، ما کلا خدماتی که انجام میدیم کلا برای آقایون برای خانم‌ها فرق میکنه. و تو گفته میتونید که پکیج پولیتان چقدر است؟ پکیجش که شما زدین آقای چه مقدار هست؟ از قیمت $200 شروع میشه تا قیمت $2000. بستگی داره هر کس باجتش چقدره و چه کاری میخواد انجام بده. ولی خبر خیلی خوب به مناسبت سال نوروز ما یه دونه تخفیف داریم تا آخر مارچ. یه ورچرایی داریم الان اینجا به مردم هدیه میکنیم که 20% روی فیلرامون تخفیف داریم، 15% روی بوتاکسامون تخفیف داریم و روی کارهای هر ریمووال، لیزر و فت فریزی هم کلی تخفیف الان داریم، نزدیک 20% تخفیف داریم. تشکر. بسیار زیاد وقتتان نگرفتیم از اینکه با ما تماس دوستان صحبت کنید. ممنون از شما. خدا. سلام، حال شما خوبه؟ وقت شما بخیر؟ خوبه؟ میشه خدا معرفی کنه؟ بله، من زارا هستم، خواهم زانا. ما کارمون کار چاپ دستی هستش، روی پارچه و روی مقوا، حتی شیشه هم انجام میدیم و هم روی پارچه میزنیم، هم روی تابلو میزنیم. و این چطور است؟ مشتری داره، خوشبین داره؟ بله، چون خیلی کار شناخته شده تو همه دنیا، حتی تو خود مثلا ایران و اینها هم خیلی کار شناخته شده. یعنی الان مخصوصا توی این 4-5 سال گذشته خیلی رواج پیدا کرده. تشکر بسیار زیاد از اینکه وقتتان با ما دادید. شما یک جان سپاس از شما. میشه خدا برای دوستان بینندگان ما معرفی کنن و راجع به این موضوعات کاریتان بر ما صحبت باشید. بله خواهش میکنم. از غرفه کانون هستیم ما، مجله گلبان که آقا رضا هستن و تورا جون و سعید جون در خدمتتون هستیم. هدف از کانون نشریه شما چی است؟ روی کدام موضوعات شما کار میکنید؟ فصلنامه گلبانک هر 3 ماه یک بار منتشر میشه. در واقع مجموعه‌ای هست از نوشتارها و شعرهای ایرانیایی که در استرالیا در ملبورن حضور دارن. فارسی زبان‌های دیگری هم هستن اینجا. دقیقاً. غیر از فارسی، تمام فارسی زبان‌ها، غیر از ایرانی هم در درست میگن. شما ادامه بدید. در خصوص همه کارهای اجتماعی ما کار انجام میدیم. در واقع کانون ایرانیان ویکتوریا و کلا ما خوش آمد میگیم به تمام فارسی زبان‌ها و سعیمون برای اینه که یک کار مجموعه کارهای فرهنگی، هنری و اجتماعی انجام بدیم و سعی کنیم در ارتقاء در
واقع جامعه‌مون پوشا باشیم. تشکر بسیار زیاد از اینکه وقتتان با ما دادین با ما ازشان. یک جان سپاس. تشکر. ممنونم. خسته نباشید. من پویا باقری هستم، یکی از داوطلبان بنیاد یارا. هدف اصلی بنیاد که فستیوال برانداختین هدف چیه؟ هدف اصلی اول اینی که بنیاد یارا رو بیشتر جامعه اینجا بشناسه، به ویژه جامعه فارسی زبان که حالا میتونن از ایران باشن، از افغانستان باشن، از تاجیکستان باشن، از پاکستان باشن، از هر جا. چون بنیاد یارا توی ایران فقط به بچهای ایرانی کمک نمیکنه، بچه‌هایی هستن که بچهای مهاجر هستن و بنیاد یارا به اینا کمک میکنه. هدف اصلی این هست که همین بنیاد شناخته بشه، همین که در واقع پول جمع بشه، فاندریزینگ بشه برای پروژه‌ای که داریم انجام میدیم. شما یادآوری کردین از کمک‌های داخل ایران. این پولی که در ایران میره شما گفتین با بچهای مهاجر که کمک میشه. این بچهای مهاجر شامل کدام کسا هستن در ایران؟ بله. یکی از اولین جاهایی که در واقع درباره بچهای مهاجر ما شروع کردیم باشون کار کنیم مدرسه فرهنگ افغانستانه. بله که آقای نادر موسوی به اصطلاح بنیانگذار این مدرسه هستن. یه سری بچهای مهاجر در ایران هستن که امکان به هر دلیل امکان رفتن مدرسه در واقع مدرسه‌های ایرانی رو ندارن، مدرسه‌های توی ایران حالا دولتی یا خصوصی، و برای اینکه از تحصیلشون عقب نمونن خوشبختانه خود مهاجرها مدرسه برپا کردن و این مدرسه ها خب مشکلات مالی دارن مثل خیلی مدرسه های دیگه. بنیاد است که با کمک همه میکنه، چون که هر کسی باشه، چون که در داخل ایران باشه یا در جای باشه، برای مدارس، برای مکاتب، برای اینا کمک کنه. بله. عرض به خدمت شما بنیاد یارا فقط تو محدوده جغرافیایی ایران یه بچه باشه کافیه، اصلا ربطی نداره که بچه در واقع از نظر تبار کجایی هست و صرفا در واقع بنیاد یارا قبلا صرفا روی آموزش بود، ولی چند وقتی است که شده در واقع بنیاد یارا برای کودکان کم برخوردار. قبلا برای آموزش کودکان کم برخوردار آسیب پذیر بود و همونطور که گفتید همین که یه بچه توی ایران باشه و از قشر کم برخوردار باشه و بشه بهش کمک کرد که آینده بهتری داشته باشه، طبیعتا در حد توان بنیاد یارا بهش کمک میشه. تشکر بسیار زیاد از اینکه وقتتون با ما دادین، که در وقتی که شما بسیار زیاد مصرف آن بودین گفتگوی با ما داشتین. خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردید که با ما میشه معرفی کنید. من مارال هستم، اینجا به صورت داوطلبانه توی بنیاد یارا اومدم که امروز کمک بکنم. خیلی خوب. شما که قسم داوطلبانه کار میکنین، چقدر مدت میشه که در استرالیا هستین؟ من 4 ساله که در استرالیا هستم، ولی امسال اولین سالی هستش که با بنیاد یارا همکاری میکنم. هدفتان از این کاری که شما داوطلبانه کمک میکنین کار میکنین، هدفتان چی است به این کار؟ هدف این هستش که خب توی یه همچین مراسمی با شکوهی مثل نوروز مردم خب بیشتر آشنا بشن، هم استرالیایی‌ها هم جامعه دیگه استرالیا بیشتر آشنا بشن با کامیونیتی ایرانی ها و فارسی زبان ها کلا، و اینکه برای عید نوروز رو باش آشنا بشن و اینکه بتونن به این کامیونیتی کمک بکنن که ما بتونیم یه پلی باشیم برای کمک به بچه‌های داخل ایران. خواهش میکنم، خوشحال شدم. یا چانس باز. تشکر از شما. میتونیم برای بینندگان ما بله، من یکی از اعضای شیرین تاج هستم که بهترین قنادی تو ملبورن و پروفشنال ترین متریال رو استفاده میکنه و همیشه در خدمت ایرانیان عزیز و بقیه دوستان هستیم. درست است. می‌بینیم که واقعا اینجا بسیار کلچه‌های مزه‌دار و بسیار شیرینی‌های خوشمزه است، مخصوصا خارجی‌ها که معرفی یک کالچر ایرانیه واسه همه خارجی‌ها و ایرانی هم که به خاطر ایام نوروز شیرینی و آجیل و بقیه محصولات دیگه‌مون هم در خدمتشون قرار میدیم. یک جان سپاس از اینکه حاضر شدین با ما گفتگوی داشتین و وقتتون رو برام دادین. خواهش میکنم، سال خوبی رو واسه شما هموطنانتون و همه ایرانیان عزیز و تمام مهربونای ایرانی داریم.
تشکر از شما. از سال نوتان تبریک باشد. همچنین. سال آمدیم با یکی از همزبانهای دیگه ما که در اینجا کار بزنس دارن و خواستیم با ایشان گفتگوی داشته باشیم در مورد کارشان، در مورد فستیوال، ببینیم که چی گفتنیایی دارن. سلام. سلام، خیلی خوش اومدید. خوش باشین. میشه با ما خودم معرفی کنید؟ من رضا هستم از شرکت اکسپرت بیزینس. خیلی خوب، سال نو شما تبریک. همچنین برای شما، انشالله که سال خوبی برای همه باشه. میشه اگر برای ما بگوین که شما مسئول چی کار در شهر ملبورن هستین؟ شرکت اکسپرت بیزینس شرکت اینترنشنال در زمینه بیزینس بروکری هستش و ما بیزینس هایی که میخوان بفروشن کمکشون میکنیم از لحاظ والویشن و حالا قیمت گذاری که قرار اتفاق بیفته و توی شبکه‌مون روی وبسایتمون و اون چیزی که داریم میبریم جلو تا بتونیم کمکشون کنیم که به بهترین قیمت و با بهترین شرایط بفروشن. از طرف دیگه ما برای کسایی که میخوان بیزینس بخرن به عنوان بایر ادوکیسی کمکشون میکنیم که بتونن یک بیزینس معقول با شرایط و اون بک‌گراندی که دارن و از لحاظ باجتی که دارن کمکشون میکنیم که بخرن. این دو تا شرایط رو ما برای به خصوص توی شرکتشون شرکت اینترنشنال هستش یه قسمتی رو برای فارسی زبان ها گذاشتیم و کمکشون میکنیم و این قولو من انجام میدم که هر کسی که داره این ویدیو رو میبینه بیاد یک مشاوره رایگان از طرف شرکت ما داشته باشه و ما کمکش میکنیم که بهترین اتفاق رو برای بیزینسش رقم بزنه. بسیار زیاد تشکر از اینکه با ما وقت دادین و اینکه گفتگوی حاضر شدین. قربون شما، ان شاءالله که سال خوبی داشته باشین و روزهای خوبی رو سپاریم. همچنان برای شما. سلام. سلام. میشه خدا برای ما معرفی کنید؟ من گلنوش هستم، کار رزین انجام میدم که حالا بیشتر تمرکز کارم روی اشعار فارسی هستش که برای جامعه ایرانیا جذاب‌تر باشه. بسیار خوب. شما میشه بگین که چقدر وقت مصروف از این کار خطاطی هستین؟ من بیشتر از 5 سال هستش که کار میکنم، اما خب داخل ملبورن خیلی جدید هستیم. آره کار من جدید هستش ولی توی ایران 5 سال که سابقه کار داشتم. میشه اگه برای ما بگین که برگزاری چنین فستیوالا بالای کار بار شما و بالای فرهنگ فارسی زبان ها چی تاثیرات داره؟ خب قطعاً که واقعاً تاثیرگذار هستش، هم برای جامعه ایرانیا که دور نباشن از فرهنگ خودشون، جامعه خودشون رو داشته باشن، هم برای معرفی فرهنگ غنی که داریم به بقیه اقوام که هستن توی. یک جهان سپاس. سال نو شما. سال نو شما هم مبارک. ممنونم. بیننده عزیز، گفتگوی بود با یکی از فروشندهایی که در اینجا در این فستیوال اشتراک داشتن. با ما باشین بریم ببینیم باقی برنامه. سلام. سلام، خوب هستین؟ من سیما هستم، بیزینس اونر گریت آیدیاز ویت می. کار اصلیمون پارتی دکوریشن و بالون دکوریشن هست و اینکه این سفره 7 سین نوروزیه، توش سیب هست، سیر هست، سبزه هست، سمنو
هست، سماق هست که هر کدومشون سمبل یه چیزیه توی فرهنگ ایرانی و مال پرشین نیویر نوروز که اول اسپرینگ اتفاق میفته و همه ایرانی‌ها تو خونه‌شون این سفره رو میندازن، هر کی به نحوی، میتونه سنتی باشه، میتونه مدرن باشه، میتونه ساده باشه. ما این دفعه مدل یکم حالت مدرن تر رو انتخاب کردیم چون معمولا همه مدل کلاسیک میندازن و همین دیگه. و اینم که خط فارسی اینجا هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، یه شعر خیلی معروف ایرانیه. خیلی ممنون از شما که وقتتان بر ما دادین و معلومات درباره از این سفره زیبایتان بر ما دادین. مرسی، ممنون از وقت شما. ممنون. تشکر. سال خوبی داشتید. من فاطمه سنگتراش هستم. به عنوان داوطلب امروز کمک میکنم برای بنیاد یارا. جان اگر برای ما بگین که شما در این کشور که مسافر در کشور استرالیا کم مردم کار میکنن، شما چطور داوطلبانه کار میکنین؟ افرادی که نیازمند هستن توی ایران و میگم بیشتر این کار رو به خاطر این انجام میده، هم بر دل خودمون اول، هم این که ما داریم توی کشوری زندگی میکنیم که یه سری امکانات داریم، دوست داریم از این امکاناتی که داریم آدمایی هم که توی ایران نیازمند هستن بتونن بهره مند بشن. بیشتر هدفمون این هست. تشکر هستم. خواهش میکنم. سلام. سلام، خوب هستین؟ روزتون بخیر. تشکر و سال نو شما تبریک. به همچنین سال نو شما هم مبارک. میشه که برای ما خدا در بیننده ما یک معرفی کنید؟ بله حتما. من سپیده هستم، به عنوان والنتیر یا داوطلب با یارا همکاری میکنم. خیلی خوشحال میشیم اگه برای حالا امسال که تمام شد برای سالهای بعد اگه بیان بهمون به پیوندین، هم خوش میگذره هم که به بچه‌های ایران میتونیم کمک کنیم که خیلی بیشتر لذت بخشش میکنه. خیلی ممنون، تشکر. و اگر برای ما بگین که برگزاری چنین برنامه چی تاثیرات خوب بالای مردم داره؟ خوبیش خیلی اینه که اون کامیونیتی، اون جامعه‌ای که حالا از هم افغان‌ها هم ایرانی‌ها که هم زبون هستیم میتونیم دور هم جمع بشیم. خیلی خوبه، میبینیم همدیگر رو، صحبت میکنیم، میخندیم. اینش خیلی خوبه به نظر من. یک جان سپاس از اینکه حاضر با ما گفتگوی داشته باشین. که یک جان سپاس. ممنون. روز خوش داشته. همچنین. مرسی. این بود گزارش ما از جریان فستیوال نوروزی در شهر ملبورن استرالیا. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا و مهربان می‌سپاریم. لطفاً برای دیدن برنامه‌های بعدی ما از چنل یوتیوب نجم تیوی لطفاً چنل ما را سابسکرایب کرده و ما را ممنون سازید.